Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Masjidi mantiqai Emenunu. Bisyor masjidi ko'hna, masjidi mashhur. Ayni vaqt در حالت تعمیر ای، یعنی ای سر سازی کرده‌اند، بعضی جاهای ویران شده. مسجد کهنه مقصد برای همون از سر نو بعضی تعمیرات دوام داره در اینجا. خب این مسجد 1597 سال بنا شده. 1597 سال. برای چی من بالا میگیرم؟ شاید بعضیاتون سوال که چی با پایان نمیگیری. برای لباسای لیچ پیچ بسیار است. برام کوشش میکنم بالا بگیرم که مقصد دامین نوار نغلطه. بازم شاید کم میغلطه یگان تو. خب از این منطقه کوشش کنین کدومایی که میاین نخرین یگان چیز خوردنی و لباسا. کم پایان ترک برین اونجا ارزان میابین. اینجا مقصد نه که کم قیمت باشه. نرخش خیلی بسیار فرق میکنه. نرخی خوراکواری پشالکه در اینجا بسیار قیمته. مثلا چیزی را که در 100 روبل در دیگه جا یگان خوردنی باشه بگیریم، در اینجا تا 1000 روبل. یک شاورما عادی مثال شاورمایی که انا 100 روبل مثال شاید در دیگه جا 60 روبل هم پیدا شوه، در اینجا در 1000 روبل 500 روبل چیز میکنن. مقصد هم خیلی میکنن که میتین هم میفهمی میگیری و حساب میکنی که در اینجا چند قیمت دست. هنوز مترو های نه مترو خطی کم اگر پایون میره یا همین پیاده هم اگر که برای نرخ هم میفهمی که چقدر نرخ ارزانه. خب لباس هم همین خیلی احتیاط چه نخرین اینجا سراسی من نشین. همین لباس همه لباس ها در همه جا بسیاره پیدا میشه، هیچ پرابلم نیست. تاکسی را هم خیلی سوار شدن ده تاکسومتر قطع حساب کنیم. پیش سوار شدن گپ زنیم که مثلا ما تاکسومتر قطع میریم، بعد تاکسومتر را نگاه کنیم که چیز باشه 10 کردگی باشه یا که 9.80 یا 10 لیره یا که 9.80 لیره ده 9 لیره و 80 کروش یعنی 80 کپیک. آنمو وقت باشه خیلی که با تاکسومترش 100 کردگی باشه، بعد مقصد حرکت کنه برای یک وقت میفروین میگه که 300 لیره میشه یا 500 لیره میشه. برای همون احتیاط کنین انشاءالله. مترو سوار شدن هم احتیاط کنین. کارتر ای پیش مترو بخرین، ای مگازینا بخرین، ای دستی آدمانه. برای چی که فریب میکنن. با یک بار دیگه میگم که چیزی که مثلا 100 روبل باشه 1000 روبل دا میفروشن میتین. برای ما بسیار کوشش کنین احتیاط کنین. ای دستی آدمون نخرین، ای اپاراتو بخرین. هیچی مشکل نیست. همونجا میپرسین یگون توجیکو بسیار هم دیگه ملت ها هستن روز زبانو یاردم میکنن میخرین. مسئله یاردم یگون کس مثال یاردم طلب میکنه کوشش کنید در دست نتین یاردم. آدمی محتاج معلومه یاردم میکردگی یا که با کدمه یاردم کردنی باشین بسیار است. مقصد که اگر وقتی شما عجیبکتون پول میفرورین برای یاردم کردن میشود که 5-6 کس باشن در بالای سرتون مثال حمله کنن نپدینی کنن برای پول، برای هم یک 200-300 روبل 100 روبل حساب با پول یا که روسی حساب میکنیم 50 لیره با پول ترکیه یا 100 لیره شاید که میزنن معیب میکنن اگر بسیاری باشنده. برای همون یکان وقت پول نبرورین برای یاردم کردن انشالله جاهاش هست، مسجد ها هستن، جای مخصوص هست. با احتیاط هم وقت اینجا آدم بسیاری بده، هر خیل آدم هم پیدا میشون، هر خیل آدم هم هستن. همه وقت با احتیاط باشین که برای یکان یاردم میکنم گفته پرابلم برای خودتون نشوه، مشکلی پیدا نشوه. از اینجا ما در چیزی متروش در دور مترو را استانوفکه مترو نصیب کنه انشاءالله طرفی بالا میریم، جایی که با ارزان تره. مقصد جای آبتون و دیگه چیزا. خب انشاءالله فکر میکنم که معلومات با کسانی که یکی اگر
برای تماشا بیاین یا که برای کار برای بیزنس بیاین شاید اون معلومات خوبی پیشکش شما کرده باشیم. باقی در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.